فاجعه مدهش در ولایت بلگراد. 2 نفر شهروندان تاجیکستان کشته شدند. چرا آنها کشته شدند؟ کی آنها را کشت؟ این داستان غم‌انگیز چه آغاز و چه انجام می داشت؟ اینجا برلین و من دولجان عطااللهیف. 15 اکتبر در یک تمرینگاهی ولایت بلگراد روسیه که در آنجا آنهایی که بسیج شده بودند برای موبیلیزاسیون به اصطلاح و باید که به جنگ برای اوکراین فرستاده می شدند، یک جنجال برخیست. سبب جنجال چنین بود که یک گروه مسلمانان، آذری ها، ادیگی ها، داغستان ها و چند نفر تاجیک گفتند که ما در این جنگ نمیخوایم اشتراک کنیم. کماندیر آنها برعکس به ضد آنها شورید و گفت که شما در این وطن زندگی، شما شهروند این وطن هستید و باید وطن را حمایت کنید. حمایت وطن این جنگ مقدس یعنی جهاد است. و این نفرانی که واقعا از روی معلومات های دسترس شده بسیار چی بودند، مذهبی بودند، ناراضگی کردند و گفتند که برای ما در اینجا شرایط نیست، در اینجا جای نمازخوانی نیست، خوراکایی که ما نمیدانیم از چی آماده شده است و غیره و هاکذا. و بعدا بعضی قماندان های آنها و این نفران یک جنجال برخیست و گویا که این جنجال بعدا کمی آرام شد. اما بعدتر این از روی بعضی معلومات ها 2 نفر، از روی بعضی معلومات های دیگر 3 نفر تاجیکان با اتومات به ضد همان نفرانی که آنها را تحقیر کرده بودند، با آنها بحث کرده بودند، تیر کشادند. غضب آنها از روی نوشت روزنامه ها چنین بود که قماندان آنها خدا را تحقیر کرده است، یا نعوذ بالله. گفته است که اگر خدای شما این جنگ را جنگ مقدس نمی حسابد، خدای شما ترسو است. و این سخنان با تاجیکان سخت تأثیر میکنند و 2 تاجیکی که نام 2 نفرش معلوم است، بیگزاد و انوش، غیر چشم داشت با آنهایی که هم خدمتانشون بودند هجوم میکنند و در نتیجه این هجوم از روی بعضی معلومات ها 11 نفر کشته می شود و 15 نفر زخمی. اما معلومات های غیر رسمی از آن شهادت می دهند که شماره کشتگان بیش از 30 نفر و زخمیان بیش از 40 نفر است. هرچی هم باشد امروز این داستان غم‌انگیز را، این فاجعه را وزارت دفاع روسیه هم تصدیق کرد. تا جایی که ما آگاه شدیم سبب همین جنجال خونین، سبب چون یک واقعا جنجال دهشتبار که باعث کشتن آدمان زیادی شد، قتل کشتار آدمان زیادی شد، همه را به حالت شاکی آورد. من حالا نمیتوانم که معلومات بیشتری در این باره برای شما دهم. الحال فقط همین را میگویم که این نفرانی که تاجیکانی که در همون قسم حربی خدمت میکردند 3 نفر بودند، میگویند گویا که این 2 نفرشان کشته شدند و 1 نفر دیگر فرار کرده است. اما تا هنوز ما معلومات عمیق در دست نداریم و اگر معلومات عمیق پیدا کنیم حتما به شما خواهیم این معلومات را رسانید. بسیار علام‌آور است که امروز تاجیکان ما در روسیه کشته شدند. چند روز پیش ما خبری مرگ تاجیکان را در اوکراین شنیدیم و یادتان باشد چند سال پیش 10 تاجیکان در جنگ‌های عراق، سوریه و افغانستان کشته شدند. شهروندان تاجیکستان را در آینده چه انتظار است؟ چرا مردم از یک مملکتی گویا به اصطلاح صاحبانش آرام، در مملکتی که صلح است، به هر کنار عالم فدار میکنند و به چنین فاجعه ها گرفتار میشوند؟
خدا به همراه تا دیدار در دوشنبه.